2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. چطوری نه جون؟ به تو ربطی نداره. باشه نه جون، من داخلم. یه لیوان آب سرد میخواستم اگه اجازه بدی. اینو نگاه کن تو رو خدا، نازشو ببین، فازشو ببین. آخه تو کی هستی که بر من قیافه میگیری؟ تو صورتش نگاه نکرد. به منم نگاه نکرد. ای بابا بیا یه لیوان آب بخور، تو بیشتر نیاز داری مثل این که. امیدوارم به خیر بگذاره. به خیر میگذره. پلو هم خیلی خوب شده بوده. نه به نظر من که معمولیه. هوا هم خیلی سرد شده مگه؟ نه به نظر من هنوزم گرمه. نه هنو که چیزی نگفتم. هر چی بگی برعکسش میشه، فهمیدی؟ ببین هر چی بگی من برعکسشو میگم. اصلا هم سعی نکن با هم حرف بزنی. چی بگم؟ نوش جونت. ممنون. عجب سیرشیه. راستی شما قضیه خاله فاطمه رو شهردار بودن سخته، با انسان ها کلنجار رفتن سخته. ما علیرغم همه فشارها به کار کردن ادامه میدیم. زینب تو هم اینجا بودی؟ تو منو ندیدی؟ متوجه نشدم. چطوری؟ ببخشید ما همدیگه رو میشناسیم، به جا نیاوردم. زینب ایوا داره خیلی میشه. یه کاری کنین. چی شده؟ تو روحتون شهردار چی شد؟ درش بیار درش بیار آی داره میمیره. درش بیار. آی نکنون کارو. آی تو روحت. آره باشه چیزی نیست خواهرها برادرها. یالا بشینیم. بشینیم. خوبه. چطوری؟ ممنونم. خیلی سخت بود چون تو. ممنونم. اصلا نپرس. اوف خدای شکرت والا. به خدا میبینی 2 نفر برای مراسم تشییع جنازه زیاده. دختر
کرد میمیرم. نکن اینجوری، میمیرم میافتم گردنتونو. نکن. آقای محترم خوب شدین؟ زینب چه آقای محترمی؟ داشتم اینجا میبردم. قسمت دیگه. دوتامونم کارمون سخته. آی ترکید فرار کنید داره نکن کفشام قرمز بودن بردین. خدا vay dönem miyim? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çık gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. اینا بخور. اسمشون فرانسکیه فکر کنم. میگن خیلی فایده داره. یعنی دکترها میگن، یعنی گفتن بخورین دیگه. بخور.
اینطوریه؟ خب قرار کل شب از فواید فرانکسیا حرف بزنیم؟ البته که نه. زوربا؟ یعنی کسی اومده؟ آره؟ نه جونم، تو این ساعت کی میخواد بیاد؟ کسی نیست، اهمیت نده. نمیخوامم کسی بیاد. حاضران هستی بیرجیکم؟ این چی میخواد الان؟ پویراز قایم شو پویراز. چرند نگو من کجا قایم بشم؟ لطفاً قایم شو. باشه ما از صبح تا حالا داریم مردا رو دفن میکنیم. باشه اگه بفهمه بهش دروغ گفتم با من قهر میکنه. قضیه آلپر و ملیسام که میدونی. یالا من کل امشب و اینجا بمونم. پویراز من حلش میکنم. یالا لطفاً قایم شو. برو دیگه. یالا زود باش. چی داری میگی تو این جای کوچیک قایم بشم؟ بگیرینو. بشین اینجا. مرسی. لطفاً پویراز. اومدم بیرجیک، اومدم. ببخشید من بی خبر اومدم ولی تو خونه خوابم نمیبرد. خیلی هم حوصله‌ام سر رفته بود. گفتم بیام با هم یه فیلم تماشا کنیم. خوب کردی. چه کار خوبی کردی. خوش اومدی. میگم تو منتظر کسی هستی یا کسی اینجا بوده؟ کجا؟ ها برای خودم حاضر کردم. حتی حس کردم که شاید تو هم بیایی. برای همین آماده کردم. نه خوبه. پویراز کجاست؟ نمیدونم. کجا؟ من از کجا بدونم؟ یعنی حرف نمیزنی؟ چرا حرف میزنیم، اما درباره کار و این چیزا. آها فهمیدم. باشه من برم یه نوشیدنی خنک بریزم برای خودم. نه بعدش هم فیلم تماشا میکنیم دیگه. تو بشین من خودم برات میارم. نه تو چرا میخوای زحمت بکشی؟ چه زحمتی؟ تو بشین من میارم. بشین دیگه عزیزم. بشین. خیلی خوب میدونم ولی من یه جوری حلش میکنم. باشه میگی فیلم تماشا کنیم؟ اینطوری گفتم. باشه پویراز من یه جوری حلش میکنم. حاضران پریز برق کجاست؟ کنار مبله. داره آمادم میکنه. چقدر خوب. اینطوری میکنم نه؟ انگار برای من حواس مونده. ما میخواستیم یه شب خوب و رومانتیک و کنار هم بگذرونیم. من الان باید چی کار کنم؟ پریز کجاست؟ چرا من نمیبینم؟ اون چیه بیرجیک؟ کجاست؟ یالا فرار کن بیرجیک. کجاست؟ پویراز لطفاً یکم صبر کن. لطفاً تو رو خدا. رفت. تو با خیال راحت آبتو بخور. مطمئنی؟ آره مطمئنم که رفته. اینجا از این چیزام پیدا میشه؟ آره مگه میشه نشه؟ حتی خیلی زیادم پیش میاد. بیرجیک بیا با هم دیگه بریم بیرون. نه خب بریم بیرون چی کار کنیم؟ اگه استانبول بود میرفتیم ولی اینجا کاری نداریم که انجام بدیم. قدم میزنی؟ نه خیلی خسته کننده است. من ذاتاً خستم. فقط میخوام راحت بشینم فیلم تماشا کنم. کجا داری میری؟ گشنم شده عزیزم. میخوام یه چیزی بردارم بخورم. آره منم میخوام یه چیزایی بردارم. نه تو بشین بخواب. من برات میارم. باشه برای همین به خوابت ادامه بده. باشه چی شده؟ رفت؟ ساعت چنده؟ نه تو سالن خوابش برده. پویراز امشب اصلا اونطور که میخواستیم نشد. من میرم خونه.
کاش بتونیم یه جایی که کسی ما رو نمیشناسه بریم، فقط یه روزو با آرامش کنار هم بگذرونیم. هر آرزویی داری واسط برآورده میکنم. حاضیران تو خونت شکلات داری؟ نگاه میکنم عزیزم، شکلات هم نگاه میکنم. این مگه خواب نبود؟ خوابش سبکه دیگه. نمیدونم کشی که ما رو میده، نفهمیدم که. حاضیران من میرم، اینجا کمرم گرفته چون خوابم برده بود. پویراز نمیشه دیگه خیلی دیره. پویراز شکلات هم داری؟ آره داریم. حاضیرم؟ داریم. یعنی من برم بیرون یه خورده نفس بکشم میام. تو دیوونه شدی؟ دیوونم، اما دیوونه تو. دوست دارم. منم چی؟ منم دیگه. تو هم چی پویراز؟ منم دوست دارم. فردا میبینمت. واسه همه چی ممنونم. برای امشبم عذر میخوام. چرا اینجا اینجوریه؟ همش اتفاقای عجیب غریب میافته. چه خبره؟ چیزی نیست بیرجیک، چیزی نیست. تو به خوابیدن ادامه بده. شکلاتم صبح میخوری. باش. چی کار میکنی دیوونه؟ من خوابیدم. نشستی منو نگاه میکنی؟ یالا آماده شو، کلی کار داری. اصلا حال احوال منو نپرس، نتیجه‌رم نپرس. گوشاتو خوب باز کن. 2 کلام حرف میزنم میرم. اینقدرم از تو خوشم نیومد، خوشمم نخواهد اومد. تنفرم توی دنیا جا نمیشه، ولی به خاطر پویراز هر کاری میکنم. حتی اگه لازم باشه از تو کمک میخوام. پویراز بدهی داره، کارخونش بسته شده، با یه دختره هتل زده. از اونجا میخواد پول در بیاره. بدهیشو بده. آیا میشه یا نمیشه؟ تو باید اون پولو بدی بهش. باید کمک کنی پویرازم و از دست اون دختره نجات بدم. بلا به دور بیرجیک خانم. خیلی ممنون. بلا به دور بیرجیک خانم. متشکرم. هوا امروز خوبه ها. راستش فکر میکردم یه روزی معروف بشم، ولی نه دیگه اینطوری. الان اینا چی کار کردن؟ یعنی لب همدیگه رو بوسیدن؟ آره. این دیگه چه سوالیه گورکم؟ اصلا چرا من با تو دوستم؟ تو در اصل با گشتن با ملیسا موضعتو مشخص کردی خیلی وقتی. اصلا اینو قبول نمی کنم خانم محترم. من همیشه طرفدار حقم بیرجیک. باشه، وانمود میکنم که باور کردم. من دیگه واقعا نمیدونم باید کیو باور کنم. اینام از بیرون ظاهرشون خوبه، ولی بعدش که میری خونه میبینی خراب و چروکیده است. ما پلاشیده نداریم آبجی. داداش جون، من اینا رو نگفتم، کلی گفتم. کلن گفتن. یه سوالی دارم آقا، اینجا کسی با کفشای قرمز رد نشد؟ من ندیدم.
متشکرم. خسته نباشی. قربانت. کفش دزدی چیه به خدا من نمیفهمم. یعنی طرح خاص دوستم تو ایتالیا بود اون کفش. نمیدونی چی بود؟ میدزدن گورکم جون، میدزدن. یعنی کفشتم میدزدن، قلبتم میدزدن، خیانتم میکنن. آره رسمش همینه. ما باید منتظر چه حوادثی باشیم تو جزیره. معلوم نیست چی قرار بشه. احتمالاً من برم. یا چه میدونم، شایدم بمونم و مغازه بزنم. آخه میدونی همیشه آرزوی من بوده یه مغازه باز کنم. عزیزم. بریجیک، نمیخوام چیزی بشنوم. من دارم تاوانم رو پس میدم. کسی تو صورتم نگاه نمیکنه. صاحب مغازه بهم گفت که اجاره رو برده بالا. میخواد مغازه رو خالی کنم. اصلا مشتریم تو مغازه نمیاد. میدونی منم نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. تو روی من که خیلی خوب نگاه میکنی. باشه، فوش بده، تحقیر کن. خب حق داری، ولی من فقط یه خواسته دارم. این که تو به همون حالت شاد قبلیت برگردی. ببین ارزش نداره به خاطر کسی مثل من ناراحت بشی. لطفاً آلپه رو ببخش، خواهش میکنم. ببین هنوز داره حرف میزنه. گورکم، تو رو دیگه گورکم هم نمیتونه نجات بده، فهمیدی؟ دخترها لطفاً یکم آروم باشید، صداتون رو بیارید پایین. ببینید اصلا اصولش اینه که باید یه جا نشست، صحبت کرد. مثل سگ و گربه که نمیشه اینجوری جنگید که. بس گورکم بیا بریم. دختر خیلی بدجنسیه. مگه حقش نیست؟ یعنی حقش هست ولی تو هم. گورکم تو میتونی شماره تلفن صاحب مغازه شیرینی فروشی ملیسا رو پیدا کنی؟ پیدا میکنم ولی خیر باشه. نه بابا، این تازه شروعشه. ببین چه بلایی سرشون بیاد. بدجنسیه. Anne tamam geliyorum, ne bu acele anlamadım. نفهمیدم این چه عجله‌ایه. باشه الان دارم میام داخل دیگه. اومدم. بیا بشین حزیران جان. ببین لطفیه رو، اونا هم قبلا توی جزیره زندگی میکردن ولی برایش اسباب کشی کردن. سلام، من حزیرانم. خوش اومدی دخترم. ماشاءالله به اندازه‌ای که میگن خوشگلی. سلام حزیران، من اوکان هستم. سلام اوکان. مامان گفتی عجله کن بیا. اومدم. من چطور میتونم بهتون کمک کنم ها؟ کار دارم میدونی که. یالا. نمیدونم چطور باید راحت اینو بگم. لطفی آشنای قدیمی منه. ما مفصل صحبت کردیم، اونا تعریف کردن، من گوش کردم. خیلی مؤدبه، متشخصه، تحصیل کرده، از با وقاره، نجیبه، تو هاروارد درس خونده. میخواستم که با هم دیگه آشنا بشین چون که اومدن خواستگاری تو. چی؟ صبح بخیر جوونا. صبح بخیر. اینا رو بگیری. باز چی شده؟ این چه قیافه ایه؟ چیزی نیست داداش. از 5 تا 1 میشمرم. شروع شد. 5 4 3 2. آبجی حزیران چی شده؟ برای آبجی حزیران خواستگار اومد. چی؟ خواستگار اومده. پناه بر خدا. شماها جدی هستین؟ بالاخره 2 تا 4 تا میشه، ولی در مسئله کوانتوم نمیتونین درباره هیچی اینقدر قطعی حرف بزنیم. بله. مثلا حزیران رو مثال بزنیم. مثلا شاید ما تو سیاره دیگه ای با حزیران بچه دارم شده باشیم. کی میتونه به این اعتراض کنه؟ من به این اعتراض میکنم. البته که میتونی بکنی، ولی این احتمال همیشه هست. هر احتمالی تو دنیا وجود داره. مثلا میشه احتمال داشته باشه این آبو بریزم رو سرت؟ حزیران حتما گفتم که ممکنه خیلی وقت پیش این آبو ریخته باشید رو سرم. باشه، قضیه آبو تمومش کنیم. مثلا نیمه یه لیوان پره یا خالی، اینم یه مسئله است دیگه. لطفیه، ولی گفتم قضیه آبو تمومش کنیم. راستش من شعرم دوست دارم. آتشه، درون آتش هستم، در اعماق دریاها. در یه صبح جوان سردمه، اما هوا 35 درجه است. دارم میسوزم و یخ میزنم. چه خوب، تو بخون منم برم. نه دخترم، یکم دیگه بگی بشین.
زینب جون باشه این قضیه حله. لطفیه به نظر تو حل شده؟ تو همه کاراتون اینجوری واقعا پیش میرید؟ خاله لطفیه جون شما خیلی مؤدب هستین، خیلی لطف دارین، خیلی ازتون ممنونم، اما من با ازدواج خیلی مخالفم. میدونید من چی دوست دارم؟ من از روابط کوتاه مدت خوشم میاد. فهمیدین؟ نه جانم، اون چرا دست من عصبانی اینطوری داره میگه. آره مگه میشه همچین چیزی؟ ازدواج چی آخه؟ هیچی، زندگی کوتاهه، میخواید ازدواج کنید چی کار کنید؟ مامان مگه خودت نگفتی؟ همش خوش بگذرون، حالشو ببر، بعدش هم با لگد بندازش بیرون. آره اینطوریه دیگه. یالا ببینم تو سیاره دیگه خوش بگذره بهتون، موفق باشی، میبینمتون. اینطوریه دیگه. پویراز تو اینجا چی کار میکنی؟ خواستگاره کیه؟ پویراز من حلش کردم. وایسا انگار اون منو نشناخته. یه زهر چشمی ازش بگیرم. پویراز بچه که نیستی زهر چشم بگیری، خیلی مظلومه، ولش کن، من حلش کردم. بریم دیگه پویراز. پویراز ببین ما نمیتونیم با هم راه بریم، اگه ببینن میفهمن جدا نشدیم. اصلا مهم نیست که بفهمن. بس دیگه، هر کی شنیده جدا شدیم دارن سوء استفاده میکنن. من این بازی رو تموم میکنم. پویراز عشقم و اینا نگو. به من نگاه کن پویراز، نگاه کن. ببین حاضران عصبانی الان نکن. الان چی؟ خب الان چی؟ حاضران بیا تا من قاتل نشدم این بازی رو تمومش کنیم. جدی میگم، من اینطوری آدم روشنفکری نیستم. کسی نمیتونه بیاد خواستگاری دوست دختر من. اگه تو فکر میکنی من همچین چیزی رو اجازه میدم، یعنی پس تو اصلا منو نشناختی پویراز ازگور. یه روز، فقط یه روز لطفاً باشه. مگه تو نگفتی اونا با پای خودشون میان ها؟ ببین ما از اونا چیزی که میخوایم و میگیریم، بعدش حقیقت رو میزنیم تو صورتشون، باشه؟ بعدش همه چی تموم میشه، قبوله؟ ایدیله. پویراز لطفاً فقط یه روز دیگه ادامه میدیم. ببین دارن یه نقشه ای میکشن و بیا اونا رو تو چایی که خودشون کندن بندازیم لطفاً. الو اون نمیشه. باز چی نمیشه؟ نمیشه دیگه. اون یکی چی؟ اون اصلا نمیشه. بابا باز چی؟ دوستم مگه تو نگفتی بابای دختر هستی از این کارو سر در میاری؟ بی هدیه رو با هم انتخاب کنیم دیگه. آره خب باشه دیگه، به اسپار به من دخالت نکن. ببین من این هدیه رو چندین بار برای ایدیل خریدم، دخترها خوششون میاد. چطور بگم؟ چیزایی که باید با کلاس باشه. با کلاس میدونی؟ مثلا ایدیل اینو ببینه عاشقش میشه. نیا کن. ایدیل عاشقش میشه، ولی نهیر چی؟ وقتی ایدیل خوشش میاد نهیر چرا نیاد؟ ملتفت شدم. این شهریار دیوانه شده فکر کنم. فاتح که عاقل نبود با هم دیوانه شدن. صبر کن داداش آیدین. داداش این گردنبند گوشی ویترین رو میخوام بخرم، لطفا اینو بخچه پیش کن بده ما بریم. باشه فاتح. آلپر چیه؟ چی شده؟ یالا باید بریم. کجا؟ لازم باشه به دست و پاش میافتیم، التماس میکنیم، ولی تا وقتی تو و بیریجیک آشتی نکنین من بر نمیگردم. ملیسا ببین من کاری نکردم که قابل بخشش باشه. دقیقاً الان داشتم به همین فکر میکردم. هر بلایی سرم میاد حقمه. منو ببین، تو این دختر رو دوست داری یا نه؟ یه آدمی مثل من حق داره کسی رو دوست داشته باشه؟ اما بیریجیک حق داره دوست داشته باشه. به نظرم میتونی خوشحالش کنی. یه بار از هم خوشتون اومد، پس میتونی دوستش هم داشته باشی. یالا من کمک میکنم دلشو به دست بیاری. خب اینجوری قلبتون نمیشکنه؟
قلب من حق نداره بشکنه. زود باش بیا دیگه. ای بابا من کجام؟ یا بهتره بپرسم که تو کجایی؟ بیا سمت صدام. مثلا میتونستیم مثل آدم توی کافه قرار بذاری. ما چرا تو همچین جای متروکه ای قرار گذاشتی؟ کش نده، بیا سمت صدام. دارم میام سمت صدات ولی پیدات نمی کنم. تو خواستی با من تنهایی قرار بذاری؟ این یه قرار رمانتیکه. چه خبره؟ همونجا منتظرم بمون. آره سلام. ببینم تو دست تبره؟ آره تبره. درسته. چرا تو دست تبر داری؟ نمیدونم، تو بگو. من هنوز خیلی جوونم میدونی که. آره در واقع واسه همین گفتم بیای. چه ربطی داره؟ آدم جوون میخوام. اینطوری عجیب غریب حرف نزن. ذاتاً سابقه داری، رفتی زندون و اومدی بیرون. فکرای عجیب غریب تو سرم فرو نکن باشه؟ دستتو دراز کن. دراز کن. دنبال من بیا. باید چی کار کنیم؟ زمستون داره نزدیک میشه، باید هیزم بشکنیم. زود باش. واقعا تو خیلی آدم متفاوتی هستی. واقعا خیلی متفاوتی. ایدیل چطوری تو؟ خوبی نه؟ از وقتی گفتی من دارم به تو فکر میکنم. خیلی بدشانسی آوردی عزیزم. آره دقیقاً، منم وقتی خبردار شدم. بگذاریم دیگه. یعنی نیازی نیست برای من و پویراز ناراحت باشی. میتونی کاملا رو درمان تمرکز کنی. ممنونم، همین کارو میکنم. من فکر میکردم قراره بریم غذا بخوریم. بله البته غذا هم میخوریم، اما قبلش من میخوام تو یه جای دیگه ببرم عزیزم. من داشتم میومدم اینجا شک کردم که یه چیزایی هست. بیمارستان که نمیریم نه؟ بیمارستان میری؟ دیگه نباید تو درمانت سهل انگاری کنیم. ما باید برای این همه کار انجام بدیم. ببین من زنگ زدم، حرف زدم، وقت گرفتم. یه چند تا آزمایش هست که تو پشت گوش انداختی. ما میریم اونا رو حل میکنیم. یالا بیا. نه حاضران، خیلی ممنونم از اینکه این کارا رو کردی، ولی من قراره به بابام بگم. بابام این کارا رو برام میکنه. خیلی ممنونم. نگران نباشی دیل جون، از این به بعد همش با همدیگه هستی. زود باش بریم این آزمایشا رو بده. بری؟ کارتو درست انجام بده تا ماشینم باید ببریمشون. حلش میکنی. الان داری منو مجازات میکنی؟ اگه میخواستم مجازاتت کنم مطمئن باش جزات هیزم شکستن نبود. خب مثلا چی بود؟ میدونی یه فکر خوبی تو سرمه. هنوزم دیر نشده. نه من اینطوری خوبم، مرسی، ممنون. خب چه خبرها؟ مثلا چی؟ تو با حاضران از هم جدا شدین، قضیه چیه؟ نمیخوام در این باره حرف بزنم. چرا؟ چون دلم نمیخواد. ولی خب جدا شدنتون حتما یه دلیلی داره. آره داره. باشه اونو میپرسم، اون دلیلش چیه؟ به تو چه؟ منطقیه. ایدیل جون آروم باش، استرس نداشته باش. یکم دیگه میان صدامون میکنن میریم داخل. تو آروم باش. راستی تو چرا میخواستی منو ببینی؟ ما خیلی بد شروع کردیم برای اینکه به توافق برسیم. کنجکاو شدی بدونی چرا از پویراز جدا شدم نه؟ آره احساس میکنم مقصرم. اما ما درباره اینا حرف زدیم. دیروز هم پرسیدی، منم بهت گفتم تو کی هستی که ما به خاطر تو جدا بشی؟ نه؟
نه به خاطر من که نه. به خاطر بیماری تو میگی. اونم الان میبینیم دیگه. یعنی الان بیماریت هم میبینیم. ایدیل یالا ایدیل، دکتر داره صدات میکنه. یالا پاشو، من کنارتم عزیزم. برو چیزی برای ترسیدن نیست. بیا برو، من کنارتم. منم ببین اینجا چه سوالاتی دارم میپرسم. تو اون همه کار کن، به آدم ها بدی کن، بعدش بیا اینجا بگو چرا از هم جدا شدیم. به تو چی باید گفت ها؟ چی باید بهت بگن؟ در واقع اینقدر خودتو سرزنش نکن. واقعا تو هم نباید مقصر کرد. یعنی اینطور بچه‌هایی که بی عشق و محبت بزرگ میشن اینطوری تربیت میشن، ولی خب بعضیاشون از عقلشون استفاده میکنن، راه درستو پیدا میکنن که تو پیدا نکردی. پس عقل ندارم. داری. وقتی اینو فهمیدی پس یکم داری. در اصل درسته، راه مشترکمون زیاده. حتی به خاطر همین رفتی یکی رو زخمی کردی، فقط برای همین. باید بتونیم همو درک کنیم، نه؟ جدی؟ ما حتی نمیتونیم دوستت داشته باشیم. آدم جدی کنایه زد. ولی به نظر من خیلی خوب میتونیم باشیم. یعنی چرا که نه، خوب میتونیم باشیم. آره یه چیزایی پیش اومده ولی اینا توی گذشته مونده. بهتره به جلومون نگاه کنیم. دقیقاً به جلومون نگاه کنیم. خوب شد که اومدی دل جان. در ضمن خوشحال شدم که این وضع با دوست در میون گذاشتی. من الان وضعیت رو کنترل میکنم. تو رو ببرن یه بار دیگه ازت آزمایش خون بگیرن، بعد دربارش حرف بزنیم، ببینیم در چه وضعی هستی. به نظرم اینجوری بهتره. خیلی ممنونم آقای دکتر. خواهش میکنم، شما بفرمایید بشینیم، من فوراً میام. خیلی حیف شد. یعنی دختر خوبی مثل تو، یکی که به خوبی همه فکر میکنه، یکی که از بدی دوره، الان مجبوره با همچین چیزی مجادله کنه. واقعا حیف شد. سعی داری چی کار کنی؟ سعی میکنم تو رو درک کنم. سعی میکنم بفهمم چرا اینطوری شده. سعی میکنم از نزدیک بررسی کنم یه آدم چطور میتونه انقدر بددل باشه. باشه دیگه، بسته، من میرم. تو هیچ جایی نمیری. بهتر نیست یکم استراحت کنیم؟ هنوز خیلی کار داریم. ادامه داره. من که دیگه نمیتونم. خیلی هوا گرمه، خسته شدم، تشنمم شده. آب تو ماشینت داری؟ مگه میشه؟ هنوز اول کاریم. بلند شو. زینب، من چرا باید بهت قول بدم؟ چی گفتی؟ گفتم تشنم شده، آب هست؟ تو گفتی زینب و قول اون چیه؟ کیو میگی؟ تو میخوای اینطوری زمان بخری؟ دیگه چیز، زینب منو صدا کرد عروسی. خب منم گفتم لعنت به روزی که اومدم اینجا. چه قولی به زینب دادی؟ خب گفت بیا، منم اومدم اینجا. ببین یه بار دیگه میپرسم، چه قولی به زینب دادی؟ خب ببین این دیگه داره تبدیل به یه فیلم ترسناک میشه. اینو گفتم که اطلاع داشته باشی. به زینب چه قولی دادی؟ من واقعا حالم خوب نیست. چرا میترسی ایدیل؟ تو میترسی که دروغت برملا بشه؟ آره؟ بگو دیگه، چرا ساکتی؟ چرا میترسی؟ تو به همه اینا فکر نکرده بودی؟ تک تک نقشه نکشیدی؟ اگه جسارتشو داری الان حرف بزن. بس کن دیگه، کافیه. میترسی که همه دروغتو بفهمن بهت پشت کنن؟ آره؟ میترسی پویراز و خاله آلیه و بابات ازت متنفر بشن؟ منو ببین، اگه قبل از من به پویراز حرفی بزنی از به دنیا اومدنت پشیمونت میکنم. تو هیچ کاری نمیتونی با هم بکنی. میتونم. صدا تو ببر. مثل اینکه یادت رفته من از قدیمیای اینجام. هیچ کس نمیتونه ازم متنفر شه.
بهتره بدونی خاله عالیم هیچی به هم نگفت. پیرزن بیچاره اینقدر ازت متنفره که منو بخشید. به زینب چه قولی دادی؟ به من چه بابا؟ میخواد این وسط به آتیش کشیده بشه، برام مهم نیست. قول جدایی شما رو دادم. خیالت راحت شد؟ چیه دیگه؟ قول دادم که شما رو از هم جدا کنم. گفت دخترمو بگیر از پویراز جداش کن، ببرش استانبول، بعد هر چی که خواستی بیا از خود من بخوا. زینب گفت، مامان حاضران گفت، همه این حرفای خود اونه. چیه دیگه؟ اوف. یعنی چطور؟ خاله عالیه از اولش هم میدونست تو داری به همه دروغ میگی؟ هیزوما خب ببینم. زود باش دیگه. چی بگم؟ یعنی چطور چی بگم آلپر؟ بگو منو ببخش. منو ببخش؟ بگو من خیلی آدم بدیم اما خیلی دوستت دارم. بله. بریجیک منو ببخش، من خیلی آدم بدیم. ببین یه دفعه پلیسا میان شهر میشه، این دفعه منو بگیرن بیخیالم نمیشن. خب بذار بیان آلپر، تو باید نشون بدی که مصممی. من اینجام، هیچ جاییم نمیرم، خیلی هم دوستت دارم. بریجیک ببین من اینجام و جاییم نمیرم و تو رو بگو دیگه. تو رو دوست دارم. آلپر مگه تو احمق هستی؟ بریجیک ببین من اینجا اومدم که یه چیزی رو بهت بگم. تو رو دوست دارم. تو رو خیلی دوست دارم. به من نگو، به اونجا بگو. اونجا. باشه بریجیک، من تو رو فقط یه چیزی ملیسا، انگار خونه نیست. نگاه کن، پرده ها رو کشیدن، از اونجا فهمیدم. آره خونه نیست. درسته. خب میدونی نتونستم حرفمو بزنم. اومد. بهت اعتماد میکنم، تو میتونی. باشه بریجیک لطفاً یه لحظه صبر کن دیگه. ببین من خیلی معذرت میخوام. من یه آدم بدیم که خیلی اشتباه کردم. هرچی بگی حق داری، ولی من اینجام و هیچ جایی هم نمیرم، چون که من
چون که من معذرت میخوام. به خاطر همه چی معذرت میخوام. واقعا معذرت میخوام. باشه سلما، یکم دیگه میام. یکمی اعصابم خورد شده. کارهای حاضران هست دیگه، خودت میدونی که من اونا رو به عنوان خواستگار قبول نکردم. ما اون آدم ها رو میشناسیم و میدونیم کی هستن. باشه سلما قطع کن، الان میام دیگه. من یکم دیگه میام. شما چطوری همچین کاری میکنی؟ تو داری از چی حرف میزنی؟ شما خیلی خوب میدونین من دارم از چی حرف میزنم. بی تربیت. جلوی من اومدی ازم حساب پس میگیری؟ پس میگیرم. اگه موضوع پویراز باشه من از همه حساب پس میگیرم. شما با اینکه میدونستین بیماری ایدیل الکیه چطور اینو از پویراز مخفی کردین ها؟ چطور چشمتون رو روی همه چی بستین؟ شما چطور حاضرانو به اون کثافت امانت دادین؟ دلم نمیخواد دلتو بشکنم پویراز باشه. من جایی نمیرم. نمیذارم حاضرانو ناراحتش کنی. تو چی کاره ای ما هستی؟ حاضران دختر منه، از خون منه. قراره از تو بپرسم چطور باید باش برخورد کنم؟ اون مردی که ممکن بود به حاضران آسیب بزنه اون موقع کی قرار بود جواب پس بده؟ شما به من بد میگین ولی من واقعا بدم. اگه انگشت پویراز بسوزه من خاکستر میشم، ولی شما دارین اونو به سمت جهنم میفرستین. تو خام هیچی نمیفهمی. مقابل من نه یا این حرفا رو نزن. زندگی اینجوری نیست. چرا نیست؟ لطفاً به هم بگین چرا اجازه نمیدین اون خوشحال باشه؟ چرا مجبوره به خواسته شما تن بده؟ لطفاً به هم بگین، لطفاً. چون که هیچ کس بیشتر از من نمیتونه پویراز رو دوست داشته باشه. هیچ کس بیشتر از من نمیتونه اونو درک کنه. تو بچه یا نمیفهمی. تو زندگی همه چی باید تعادل داشته باشه. شما دوتا مناسب هم نیستین. هیچ وقت هم مناسب هم نبودید. ما هم دیگه فرق میکنین. غیر ممکنه که اونو درک کنی. به خاطر حاضران خیلی ناراحت میشم. تنها شخص خانواده شما اینو شما مخفیانه ازش همچین نقشه‌های مسخره‌ای میکشین. به این فکر نمی‌کنین که اگه بفهمه چقدر ناراحت میشه؟ پویراز زمین نمیخوره. میتونین حدس بزنین اگه بفهمه شما بهش دروغ گفتین چطور نابود میشه؟ میتونین حدس بزنی؟ یالا زود باش برو دیگه. قراره از تو بترسم. برو بهش بگو. برو همه چی رو تعریف کن، اصلا برام مهم نیست. شما اول به اون دروغایی که خودتون گفتین فکر کنید. نمیدونم آشتی کردین یا جدا شدین. مگه ما بازیچه شما هستیم؟ نه خجالت میکشی نه حیا داری. مغز پسرمو شستشو دادی. مثلا میخوای ما رو بازی بدی. تو کی هستی کی؟ من حاضرانم. من اون کسی هستم که نوتونو خیلی دوست داره و قراره خوشبختش کنه. خوب به من نگاه کنید، منو خوب بشناسین، چون که یه روز میرسه که شما نیستین، اما من تا زمان مرگم پیش اون میمونم. خوشحالم که اون دروغا رو گفتیم. اگر نه با تو آیدل رو متهم میکردیم. خطر اصلی بیخ گوش ما بوده، نزدیک ما بوده. فکر نمی کنم خجالت بکشین، اما اینو بدونین من تا ابد کنار حاضران میمونم. ای خدا چی کار کنم؟ کفشای میلیاردیم از دست رفت، نمیتونم اصلا. وای تمام آدمای بالغ اطراف من خیلی بچنگورکم. من باید هرچی سریعتر دوستای دیگه پیدا کنم. منو ببین، باید بریم پیداش کنیم. خب باید پیداش کنیم. تو ساکت شو، درو باز کن، زود باش. خودت ساکت شو سیندرلای تقلبی. نکن اینجوری نکن. بدو. مردم بر نمیدارن بپوشن که. خاله آیلا جون روز بخیر، چطورین؟ خیلی ممنون. ماشالله ماشالله چقدر خوب به نظر میایید.
یه سوال دارم ازتون. بفرمایید. تو خونتون یه کفش قرمز هست که از مراسم دزدیده باشنش؟ گورکم چی شد؟ گورکم آخه آدم اینجوری میگه. خب معلومه که اینجوری بگی درو میبنده. وای خدا از دست تو. نهیر جون. ما فاتح جزیره هم اومد. یادت نره کفشای من ازش بپرسی ها. حتما بهش بگو. فاتح جزیره. سلام آجی گول. سلام نهیر جون. ما چه حرفی زده بودیم؟ چند روز پیش داشتم از جلو مغازه داش آیدین رد می شدم. یه چیزی دیدم گفتم حتما خوشت میاد. خودم بخچه پیچش کردم. ناقابله، قابل تو نداره. من ازت هیچی نمیخوام. یه لحظه وایسا ببینم. شما اینو بازش کن. فکر کن باز کردم نگاه کردم خوشم اومد باشه. ولی خیلی بهت میاد. از این خوشم میاد ها. آخه این دیگه چیه؟ کی اینو میندازه؟ خیلی چندشه. نگاه کن چقدر خوشگله. خیلی خوشگله. عاشقش شدم. خیلی ممنونم. واقعا لطف کردی. اگه ازش خوشت هم نیومده ما یکی دیگه میخریم. چی میشه کرد؟ ببین برای آخرین بار بهت میگم دست از سرم بردار. فهمیدی؟ باشه. من بازم تا وقتی تو خوشت بیاد میخرم. تا وقتی قبولم کنی تلاش میکنم. تو چرا انقدر زحمت میکشی هان؟ چی میخوای؟ چیزی نمیخوام. فقط میخوام یه خانواده داشته باشم. میخوام ازشون مراقبت کنم و باهاشون شاد باشم. میخوام که تو و مادرتو خوشحال کنم. میدونم تو نمیخوای ولی من چاره دیگه ای ندارم. دارم شانسم امتحان میکنم. خوبه پس موفق باشی. به امتحان کردن ادامه بده ولی با یکی دیگه. ببین مامانم وقتی که بابام رفت خیلی ناراحت شد. نمیخوام دیگه ناراحت بشه. حاضران بریم؟ کجا؟ تو دیروز گفته بودی نمیتونیم با هم دیگه بمونیم. بریم با هم راحت حرف بزنیم. باشه. این که اینجا بسته از تقصیر منه. من هنوزم از دست خودم عصبانیم. حاضران من تو رو اینجا نیاوردم که حس بدی بهت دست بده. تازه ما اون موضوع تمومش کردیم. تموم شد و رفت. تازه اینطور فکر کن اگه اون اتفاقات نمیافتاد ما اصلا نمیتونستیم همدیگر رو ببینیم. شاید هم اصلا آشنا نمیشدیم. هر چیزی که تجربه کردیم ما رو پیش هم آورد. خوشحالم که هستی. خوشحالم که کنارمی. منم خوشحالم که تو هستی. ببین جایی هستیم که همه چی شروع شد. جایی که برای اولین بار تو چشم هم نگاه کردیم.
جایی که چشممون برای اولین بار همدیگر رو دید. خب چطور قراره بریم داخل؟ در قفله که. به خاطر اون یه راه متفاوت دارم، مخصوص امروزه. یعنی چی؟ آدم مگه به کارخونه خودش مخفیانه میره؟ میره. بیا. عجب، چند سالو اینجا گذروندم. حس عجیبی به آدم دست میده. اون روز صادق ما رو به اینجا آورده بود. من دنبال راهی بودم که بیام داخل. ای جاسوس کوچولوی زبل. پویراز اونطوری نگو. باشه. یادت میاد اولین بار کجا هم دیگر رو دیدیم؟ اونجا گیرم انداخته بودی. اولین بار همدیگر رو اونجا دیدیم. بیا بریم. من اون روز سعی می‌کردم این در رو باز کنم. بعدش یه صدایی اومد. برگشتم و تو. شما اینجا چی کار دارین؟ هیچی. من با تور اومده بودم. داشتم دور میزدم. وقتی شنیدم کارخونه قدیمیه خواستم اطراف رو نگاه کنم. داشتم دنبال راه خروج میگشتم. شما اینجا چی کار دارین؟ چیزه یعنی من با تور اومده بودم. یعنی تو این جزیره یه مرد خیلی خوشتیپ هست. میخواستم اونو ببینم. فهمیدم اما بی اجازه وارد شدین. میدونین که ما کسایی که بی اجازه وارد میشن و چی کار میکنیم؟ چی کار میکنین؟ من بی اجازه نیومدم، با تور اومدم. در ضمن من فقط نبودم، کلی هم آدم اینجا بود. همشونو بیرون کردم. من بی اجازه نیومدم. باشه، من با تور اومدم. صادق منو آورد. یعنی تو این وضعیت نمیشه اسم این صادقو نیاری؟ باشه. خوشحالم که بی اجازه اومدی. اینطوری وارد زندگیم شدی. لحظه‌ای که انتظارشو نداشتم. تو هم همینطور. کی فکرشو میکرد؟ اون پسری که بی ادب و خونسرد و لجباز دیده میشه در واقع شیرین ترین مرد دنیاست و یه روز قرار دوست پسرم بشه. من خب میخواستم بدونم این بو از کجا میاد. یعنی یه بوی پونه و استخودوس رو فهمیدم، اما یه بوی دیگه هم هست. روغن زیتونه، با علفا بودار میکنیم. راستش یه بوی تند و ادویه بیشتری داره. اینه؟ عربساجی. اصلا نشنیده بودم. بوی چیه؟ ممکنه به خاطر روغن زیتون باشه.
بوی توه. از بو کردنت سیر نمیشم. یادت میاد چطوری بیرونم کرده بودی؟ تو رو با هیچی عوض نمی کنم. منم همینطور. اما دیگه باید دست از سرمون بردارم. واقعا دیگه باید همه راحتمون بذارم. دقیقا همینطوره. جواب بده دیگه پویراز، جواب بده، مسخره. مطمئنم حاضیران بهش گفته. جوابمو نمیده، یهو قیبش زد. بعد از این دیگه بگه یا نگه چیزی عوض نمیشه. بعضی وقتا باید شکست رو قبول کنی پهلوون. برای هر آبرو ریزی یه دونه. پس فکر کنم باید کل شیشه رو بخوریم چون خیلی شده. دیگه باید از یه جایی شروع کنی. چقدر تلخه. مثل زندگی. اوف، با تو به خدا الان اصلا نمیتونم راجع به زندگی حرف بزنم. هرچی میخواد باشه ولش کن. میدونی من دوست ندارم درباره واقعیت ها حرف بزنم. حتی خیلی وقتا ازشون فرارم میکنم. هر بلایی هم که سرم میاد برای همینه. میدونی تو هم همینطور هستی. واسه همین میفهمم مشکلی نیست. الان دوباره باید برای خودم دنبال یه دروغ جدید باشم. دوباره باید بشینم و خودم رو قانع کنم که همه چی خوب میشه. بعدم باید یه جوری اون دروغ رو باور کنم که بهونه‌ای برای بیرون اومدن از تخت کثیفم داشته باشم. بعضن به نظر تو هم مثل چیز میمونه. توی ماراتون هستیم باشه، مسابقه شروع شد، دیوانه وار میدویم، ولی بعدش نگاه میکنیم که تو مسیر اشتباهی هستیم. این اصلا مسابقه ما نیست. مثل تو ایدن منو پویراز. ممکنه همین طور باشه. مثلا ببین، قبلا هم بهت گفته بودم برای بازی کردن اینجور بازی ها نباید چیزی برای از دست دادن داشته باشی. به من نگاه کن، چیزی برای از دست دادن ندارم. به نظر چیزایی که تجربه کردم منو اذیت کرده؟ به من چه؟ همشون گذراست. میمیریم و میریم. اما اینجوری خیلی زندگی بی‌معنی نمیشه. مگه قراره همه چی معنی دار باشه؟ آره، یعنی من اصلا بدون معنی نمیتونم زندگی کنم. باشه، پس دست به کار شو.
شب بخیر. بازم نوش جونت. به خاطر آبروریزیامون بخور. فکر کنم فوش داد. Poyraz, ben bugün bir şey öğrendim. Ama nasıl söyleyeceğimi inan bilmiyorum. منم از اون مرتی که یه چیزایی فهمیدم. از وقتی فهمیدم نمیتونم فراموش کنم، ولی نمیتونم بهت بگم. ایدیله؟ راستی ایدیل میدونه که من میدونم. مریضی الکیشو میگم، واسه همین اون موضوع تموم شده است. اعتراف کرد؟ بهتره بگیم همه چی خودش گفت. وقتی فهمید میخوایم بریم بیمارستان مشخص بود همه چی. تو درست حد زده بودی. من به اون خواب فکر میکنم، همونی که دیروز برات تعریف کردم. ما چرا نمیتونیم خوش باشیم؟ چرا اطرافمون این همه آدم هست که میخوان ما ناراحت باشیم؟ تازه بزرگترین دفاعشون اینه که میگن میخوایم خوشبخت باشید. اونا چطور میتونن از طرف ما همچین تصمیمی بگیرن؟ نمیتونن همچین تصمیمی بگیرن. اما میگیرن. همش نقشه میکشن، دست به کار میشن. مگه خودت نمیبینی؟ با تو رو صدا میزنن. مثلا مامانم. ای کاش فقط با تو رو صدا میزد. یعنی چی؟ آزیران ببین، میدونم اون مادر توه و تنها شخص خانوادته. تو ذهنم دارم با خودم مبارزه میکنم که بهت بگم یا نه، اما میدونم اگه بهت نگم بهت بدی کردم. پویراز، منم به همین چیزا فکر میکنم. ما چه چیزایی تجربه نکردیم؟ با ما چی کار کردم؟ آزیران، مادرت فقط با تو رو نخواسته که بیاد. بین خودشون یه قول و قرار گذاشتن و توافق کردن. اون مرتی که قرار بوده تو رو از دست من نجات بده و به استانبول ببره، مدام درباره این حرف زدن. نمیتونم باور کنم. پویراز، خاله عالیه از همون اول میدونسته ایدیل خودشو الکی به مریضی زده. برای اینکه ما رو از هم جدا کنه به ایدیل اعتماد کرده. اون مادرم. این که چیزی رو نخوای درک میکنم، اما این که براش نقشه بکشی این یه چیز دیگه هست، کاملا فرق داره. این زیاده رویه دیگه کافیه. پس فقط یه گزینه میمونه هازیران. چی کار کنی؟ جواب لازمو بهشون میدیم به بهترین شکل. پویراز کجایی؟ اگه اومدی یه کمی حرف بزنیم. پویراز، ساعت 5 داخل هتل باش. تو هم پیام داری؟ آره، برای تو هم اومده. اینا دارن چی کار میکنن؟
ساعت 5 داخل هتل باش. چهار تا صدا کردن؟ ها؟ ببخشید میشه بری کنار؟ به مراسم عقد حاضران و پویراز خوش اومدید.